إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. با سلام نو شما را به برنامه نوی قصه پیامبران خوش آمدید میگوییم. در این برنامه درباره بهترین قصه سخن میگوییم. خداوند آن را بهترین قصه ها خوانده است. یادآور میشویم در برنامه درباره یعقوب علیه السلام سخن گفته بودیم. خداوند او را 12 پسر داده بود. یکی از آنها پسری زیبایی بود، نامش یوسف. یک برادری شقیقی از خودش خرد با نام بنیامین داشت. اما یوسف پسر یعقوب، پسر اسحاق، پسر ابراهیم، یعنی کریم، پسر کریم، پسر کریم. چه خوش نسب است این و چه خوش سلسله است. یوسف علیه السلام را خداوند نصف زیباگی را داده بود. چقدر پسری زیبا، چقدر پسری با اخلاق بود که پدرش او را سخت دوست می داشت. یعقوب علیه السلام با او عادت کرده بود، زیرا که او در بین فرزندانش بهترین و با اخلاق ترین بود. روزی از روزها، آن وقتها پسرکی خردسالی بود و بلاغت نرسیده بود. در خوابش رؤیایی دید. نزد پدرش آمد و گفت: ای پدر. گفت: بله ای پسرم، در خوابم یک امری را دیدم. گفت: چی را دیدی؟ يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. در اصل آفتاب چگونه سجده می کند؟ ماهتاب چگونه سجده می کند؟ ستاره ها چگونه سجده می کنند؟ و چگونه این کودک فهمید که همه برای او سجده کردند؟ إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. پدرش یعقوب علیه السلام دانست که اینجا یک امری است که با این کودک باید رخ دهد. چگونه این کودک چون این خواب را دید؟ او در خواب این علامت ها را دید. در این خوابش حسد بردن برادرانش را دید. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك چرا ای پدر؟ فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو إن الشيطان للإنسان عدو مبين. خداوند او را انتخاب کرده بود، یوسف را، این پسرک خرد را. خداوند با عنایت و کرمش او را نگهبانی میکرد. این پسرک آهسته آهسته کلان میشد، اما برادرانش به او حسد میبردند. 10 نفرشان غیر از بنیامین به یوسف علیه السلام و بنیامین حسد میبردند. اینجا بود که آن 10 نفر نشستند و برای یوسف نقشه کشیدند. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. جمع می شدند برای یوسف علیه السلام نقشه می کشیدند. گفتند: یوسف و برادرش بنیامین از ما دیده نزد پدر محبوب ترند، در حالی که ما از مردانی با قوت هستیم. آیا محبت از برای قوت است؟ محبت پدر برای فرزندان از برای اخلاقشان است، از برای نیکنامیشان است. لیکن متاسفانه اخلاق آنها با پدر و مادرشان خوب نبود. با این وجود می گفتند: چرا پدر ما یعقوب یوسف و برادرش را از ما دیده زیادتر دوست می دارد؟ لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. ما صاحب قوتیم، ما یک جماعت قوی هستیم، اما او یوسف و برادرش را از ما زیاد دیده دوست می دارد. إن أبانا پدرشان کیست؟ نبی از انبیای خدا. و این بیادبی نگرید. إن أبانا لفي ضلال. آیا نسبت انبیا چنین میگویند؟ إن أبانا لفي ضلال مبين. بدبینیشان زیاد شد، حسدشان زیاد شد، کارشان تا جایی رسید که گفتند:
اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا. یا اینکه میکشیمش یا در یگان مکانی دور میپرتاییمش تا نزد پدر آمده نتواند. اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا يخل لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. یعنی گناه را میکنیم، میکشیمش، گناهگار میشویم، بعد به سوی خدا توبه میکنیم، سپس مردانی صالح میشویم. آیا توبه با چنین اسلوب قبول میشود؟ چه جنایتی را میخواهند انجام دهند؟ میخواهند برادرشان را بکشند. آیا انسان جرأتی چنین کار را دارد؟ حسد است که دل را کور کرده، چشم را کور کرده. یکی از برادرانش در این کار زید برآمد. گفتند که او برادری کلانی بود، بعضیا گفتند که او برادری بینی بود، لیکن او با عقل ترین آنها بود. همه اشان در حق یوسف علیه السلام جرم صادر کردند، در حق برادرشان، پیش از همه در حق پدرشان یعقوب علیه السلام. یکی از آنها گفت: لا تقتلوا یوسف والقوه فی غیابة الجب. او را در چاه پرتایید. چرا؟ یلتقطه بعض السیاره ان کنتم فاعلین. اگر میخواهید از او خلاص شوید نکشید او را. چرا میکشیدش و گناه بزرگی را صاحب میشوید؟ در چاه پرتاییدش. هر قافله‌ای که آمد او را گرفته از شما به جای دور میبرد. سپس شما میمانید و با پدر دوستی میکنید و از یوسف خلاص میشوید اگر این کار را کردنی باشید. قصص نور قصص قصص نور قصص حكمة وصبر. برادران یوسف به این رأی اتفاق کردند که او را در چاهی میپرتایند، در چاهی تاریک. برادری خردسالشان را که به بلاغت نرسیده بود. گناهش چی بود؟ این حسد است که خداوند به آن جنگیده. خواستند برادری خردسال خود را که به بلاغت نرسیده بود در آن چاه گذارند. شاید در آنجا بمیرد، شاید به او واقعه روی دهد. پروایی نداشتند. مهم از این پسرک خلاص شوند، از برادرشان. اتفاق کردند تا در این چاه بگذارندش، در آن چاه پرتایند او را. سپس نزد پدر آمدند. بعد از این که نقشه کشیدند، به ناگه به آن برادری خردسالشان خوبی ها کردند. سرش را دستمال میکردند، در رویش میخندیدند، با او نگاه میکردند. پدر آنها را میدید چی گپ شده باشد. یک و یک باره این برادرها تغییر یافتند. گفتند: ای پدر، میخواهیم با برادرمان برویم بازی کنیم، خوشحالی کنیم، شوخی کنیم و با او بازی کنیم. هر روز در خانه با تو است. بیمان تا با برادرانشان به صحرا بروند. یا ابانا ما لك لا تأمنا على یوسف و انا له لناصحون. دوستش می‌داریم، ما با او اخلاص داریم، ما او را نصیحت میکنیم. ای پدر، بینگرید که چگونه دوستش می‌دارند. این چی مکری که بود که آنها کردند؟ دلهای آنها پر از بدبینی بود، پر از حسد بود نسبت پسرک. حتی می‌خواستند بکشند او را، لیکن آنها اتفاق کردند که او را در چاه می‌پرتایند. ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. اما آن کودک این چیز را دوست می داشت تا با برادرانش برود، با آنها بازی کند، خوشحالی کند. یوسف علیه السلام نمیدانست که برایش چی نقشه کشیدند. یعقوب علیه السلام گفت: من تحمل 1 ساعت جدایی او را ندارم، چه خیل گذارم تا با شما برود. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به. و از یک کار دیگر می ترسید. او پسرکی خرد است، از خود محافظت کردن نمی تواند. شاید گرگ او را بخورد و او از خود دفاع کردن نمی تواند. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. گفتند: ای پدر،
ما مردانی هستیم صاحب قوت، یک جماعتیم. گرگ چگونه به ما نزدیک می شود؟ قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. چقدر خوشحال شد یوسف علیه السلام در آن شبی که پدرش راضی شد. بسیار شاد از این بود که او با برادرانش می رود، با آنها خوشحالی می کند، با آنها بازی می کند. برادرانی که سالیانی دراز او را بد می دیدند اکنون او را دوست داشتند. اکنون برایش خیر می خواهند. اکنون می خواهند تا با آنها برود و آنها بازی کند. چگونه آن شب را سپری کرد یوسف؟ خیلی شاد بود که این صبح با برادرانش به سیر و گشت می رود. چی می دانست این پسر یوسف علیه السلام که چی نقشه این برادرانش برایش در آن شب کشیدند؟ یوسف علیه السلام با همراهی برادرانش در آن صبح برآمد تا سیر و گشت کند، تا بازی کند. چی بسیار رحلت خوشحال کننده ای بود. اولین باری که بود با برادرانش برآمده بود. به نزد چاه رسیدند. این پسر را برداشته داخل آن چاه پرتافتنی شدند. گمان میکرد که با او بازی دارند، با او شوخی میکنند. لبی آن چاه را محکم داشته بود. ترسید که در آن چاه تاریک بیفتد. از برادرانش پرسید چی کار میکنید؟ ای فلانی، ای فلانی. آنها را صدا میکرد و آنها به حال او میخندیدند. با او میگفتند اکنون جایگاهت را نزد پدرت میبینی. اکنون حیاتی تو با پدرت تمام میشود. دوستداری پدرت تو را فایده نمی کند. سپس او را در چاه تاریک پرتافتند. چاه تاریک، چاه وحشتناک. زیر پایش آب بود. یوسف در آن چاه به سنگ نشست. برادرانش را صدا میکرد و آنها در گرد چاه ایستاده به حال او میخندیدند. ای فلانی، ای فلانی، در این چاه من میمیرم، در این قبر تاریک من میمیرم. چی کار میکنید شما؟ اما آنها میخندیدند. جز خنده آنها چیزی نمیشنید. با او میگفتند حیاتت نابود شود ای یوسف. شاد باش، خوشحالی کن. با آنچه به تو میگذرد خوشحالی کن. ای یوسف، خوشحالی کن با آنچه با تو میگذرد. آیا جایگاهت را که نزد پدرت بود به یاد میآری؟ آیا مقام و منزلتت را که نزد پدرت بود به یاد میآری؟ اکنون با آن حالی که داری شادی کن. سپس او را ترک کردند. یوسف در آن مکان تاریک، در آن چاه وحشتناک نشست. تاریکی گردش را فرا گرفته بود. از بالای سرش جز سوراخی دهان چاه چیزی را نمیدید. روشنایی از آن کم کم میشد. زیر پایش آب میرفت. او بالای سنگ نشسته بود. نمیدانست که چی رخ میدهد به او. آیا در این چاه غرق شده میمیرد یا جانور آمده او را میکشد یا اینکه با گذشت ایام از گرسنگی میمیرد؟ پسر یکه و تنها نشسته گریه میکرد. دیروز چگونه شب را سپری کرده بود. در جایگاه نزد پدرش یعقوب علیه السلام بسیار عزیز بود. پسری کریم، ابن کریم، ابن کریم. در آن خانه در عزت و ناز زندگی میکرد. اما اکنون او در چاه تاریک و وهمناک قرار دارد. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب. در این مکان تاریک، در این لحظه ها یوسف علیه السلام، این پسرکی خورد که او را گریه گلوگیرش کرده بود، پشیمان بود، حسرت میخورد، پدرش را به یاد می آورد، مادرش را به یاد می آورد، خانه و جایگاه خوابش را به یاد می آورد. اکنون چی کار میکنم من؟ چی از دستم می آید؟ پسرکی خردسالی بود. شما را به خدا سوگند چی کار هم میکرد او در این مکانی مدهش. در این لحظه ها خداوند در دلش این را انداخت که ای یوسف نترس، پروا هم نکن، غم مخور. روزی می آید ای یوسف که به برادرانت یادآوری میکنی. ای یوسف روزی می آید که برادرانت را میفهمانی که با تو چی کار کردند. و اوحینا الیه لتنبئنهم. ای یوسف روزی می آید که برادرانت را میفهمانی که با تو چی کار کردند. لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون.
و برادرانت خبر میدهی آنچی را به تو کردند، لیکن آنها نمیدانند. مکانی وحشتناکی است، مکانی تاریک، آب زیر پایش بود. یک شب گذشت، شبی دوم گذشت، شبها می گذشت. شما را به خدا سوگند تصور کنید این کودکی خردسال چی خیل آنجا میماند، در آن چاهی پروهم، در آن تاریکی، و در دلش این بود که وعده خداوند حق است، این که برادرانت را به آنچه که با تو کردند خبر میدهی و آنها نمیدانند، و آنها نمیدانند که تو یوسفی. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. شبها و روزها می گذشت، شاید یک دقیقه آنجا به مثل سالها می گذشت. آن روزها چگونه می گذشت بر یوسف علیه السلام، آن شبها را چگونه می گذرانید. خداوند می خواست این کودک را تربیت کند. ای یوسف یاد بگیر، ای یوسف به کمال برس، زیرا تو یکی از پیامبران خواهی شد. به منزله نبوت نمی رسی مگر این که این مرحله ها را طی کنی. این از تربیت خداوند به پیامبران است. سختترین امتحان ها را به کی می کند؟ به پیامبران. سپس به مثل آنها یعنی علماها. آب زیر پایش، گرسنگی هلاکش می کرد، ترس فرا گرفته بودش، تاریکی او را به وحشت درآورده بود. شبها و روزها می گذشت. ناگه یوسف علیه السلام از بالای آن چاه آوازی کسانی را شنید که از آنجا می گذشتند. این هنگام فریاد زد، ندا می کرد، آواز انسان. یوسف علیه السلام با شنیدن آن آواز آرام گرفت. آوازی کی؟ آوازی قافله‌ای که از آن چاه می گذشت. این رحمت خداوند است که شروع شد. قصص نور قصص، قصص نور قصص، حكمة وصبر. برادران یوسف بعد از آن که این کار را کردند، مکرشان را انجام دادند، پیراهن یوسف را از او گرفتند پیش از آن که او را به چاه اندازند. گوسفند را کشتند. پیراهن یوسف علیه السلام را به آن خون آلوده کردند. به سوی پدرشان یعقوب علیه السلام رفتند. این مرد که پسرش را بی‌صبرانه انتظار بود، از آن زمانی که یوسف علیه السلام از پیش چشمانش دور شده بود، از فراق یک روزه یوسف علیه السلام خیلی غمگین شده بود. از پسرانش می ترسید که با پسرش یوسف علیه السلام کاری کنند. کجاست برادرتان؟ کجاست یوسف؟ همگی گریه می کردند. به گریه نزد پدرشان در آمدند. نشان می دادند که گریه می کنند. ای فلانی کجاست یوسف؟ ای فلانی کجاست یوسف؟ احساس کرد که اینجا چه حیله‌ای هست. برایش پیراهن یوسف را برآوردند که به خون آغشته شده بود. ای فلانی چی رخ داد؟ با من بگویید. آن آبهای دیده اشان دروغین بود. وجاءوا أباهم، این مرد مسکین نبی خدا. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. چی رخ داد؟ چی گذشت؟ قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق مایان با هم مسابقه می کردیم. وتركنا يوسف عند متاعنا، بعضی از لباسهایمان را برآوردیم و از یوسف علیه السلام خواهش کردیم تا مراقب آنها باشد و نزد آن لباسها بشیند. ما بازی می کردیم، مسابقه داشتیم و او را آنجا گذاشتیم. آیا شما نگفته بودید که برای بازی می بریدش؟ او را نزد لباسهایتان گذاشتید. این اخلاق بدی برادران یوسف بود و به این اعتراف داشتند. إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. چگونه گرگ است این؟ همان عذری که به شما خبر داده بودم. این همان حادثه است که من از آن می ترسیدم. این پیراهن اوست ای پدر، آلوده به خون. سپس به او گفتند وما
أنت بمؤمن لنا لن ما را باور تصدقنا نمی‌کنی. ولو كنا صادقين. کجاست پیراهن او؟ یعقوب علیه السلام حس کرد که در این کار مکری است. او می‌دانست که آنها او را به سبب با خود نبردند. در دلش ترسی بود. گفته بود من غمگین میشوم که او را با خود میبرید و میترسم که او را گرگ بخورد. از سبب نادانیشان آنها همان عذر را آوردند. عذر نوی نه آوردند، بلکه همان عذر را گفتند که یعقوب علیه السلام از آن میترسید. گفت پیراهن او کجاست؟ پیراهن را به او دادند. پر از خون بود، لکن آنها فراموش کردند که آن پیراهن را پاره کنند. پیراهن کودکی که او را گرگ خورده است پاره نیست؟ این خون چیست؟ چی پیراهنی است این؟ یعقوب علیه السلام دانست که در این کار مکری هست. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جمیل. یوسف در کجاست؟ یکه و تنها در چاه. یعقوب برای او گریه می کند. جدایی بین آنها افتاد. هر شب در برش خواب بود. در همین خانه با او خواب بود. او را بسیار دوست می داشت. این اولین شبی است که دور از پدر خواب می کند. در این چاه، لیکن تقدیر خداوند بود. او در چاه بود که خداوند به سویش قافله فرستاد. خداوند قافله از اشتران فرستاد که در آن نگهبانان اندکی از مردم نیز بود. آن قافله از نزد این چاه گذر میکرد. از نزد یوسف علیه السلام. خداوند دعاهای یعقوب علیه السلام را قبول کرد، اینکه پسرش را در این حالتها نگهبان باشد. در این چاه بود قافله فرستاد به سویش. وجاءت سیاره همان قافله است. قافله ای که از اشتران که از آنجا میگذشت، همراه با مردم از آن چاهی که در آن یوسف علیه السلام بود. قریب بود که در آن چاه بمیرد از گرسنگی. در آن مکانی دهشتناک شاید به او چیزی هم رخ داده باشد. خداوند او را با آن قافله اکرام کرد. آن قافله از آنجا میگذشت. سپس از آن قافله کسی را روان کردند تا از آن چاه آب بیارد. او آن ظرف را درون چاه انداخت. این هنگام یوسف علیه السلام که کودکی خرد بود به بلاغت نرسیده بود، ترسیده بود که در آن چاه نمیرد. آن دل را محکم داشت. آن رایی که آن دل را انداخته بود احساس کرد که آن دل سنگین شده. او را برآورد. چی میگذرد اینجا؟ این آب نیست. همان قافله که از آن چاه میگذشت. همان کودکی مسکین آن دل را محکم داشته بود. او را برآورد. این هنگام آن برون آورنده گفت، یا بشرا، اهل قافله را ندا کرد. یا بشرا هذا غلام و اسروه بضاعه. یوسف علیه السلام همچون سرمایه برای خرید و فروش پنهان کرده شد. والله علیم بما یصنعون. یعقوب علیه السلام در خانه برای پسرش گریه میکرد. یوسف علیه السلام برای خرید و فروش در قافله. این قافله به سوی مصر روان بود. از فلسطین به سوی مصر. از پدرش دور شد. مسافه درازه. یوسف دور از پدر چگونه خواب میکرده باشد؟ یعقوب علیه السلام دور از پسر چگونه خواب میکرده باشد؟ پدر و پسر در آن روزها و شبها از هم دور افتادند. یوسف علیه السلام آن کودکی خردسال از پدر دور مانده و فروخته می شود. در بازارهای مصر فروخته می شود. یوسف در بازارهای مصر حالی او مانند حالی برده ها است. یوسف الکریم ابن الکریم خرید و فروش می شود مثل یک سرمایه. ای الله، این چی ظلمی است در حق این کودک، در حق این بنده بیچاره. این چی عذابی است که به این کودک داده شد؟ کی او را خرید؟ او را عزیزی مصر خرید. مشکلی سر شد. عزیزی مصر یوسف را خرید با چند درهمه و با او رغبتی نداشت. عزیزی مصر یوسف را به قصر خود برد.
و به زنش گفت جایگاه او را گرامی دار، شاید به ما فایده بیارد یا اینکه به فرزندی میگیریمش. یوسف علیه السلام در قصر عزیز مصر چون خادم یا چون پسری آنها زندگی میکرد و پدرش یعقوب علیه السلام صبر کرد و از خدای ذوالجلال کمک خواست. یوسف علیه السلام در آن قصر چگونه زندگی کرد؟ با او در آن قصر چی رخ داد؟ آیا یوسف علیه السلام به فتنه گرفتار شد؟ و آن فتنه چگونه بود؟ و برای چی نبی خدا زندانی شد؟ و این نبی چه گناهی کرد که با آن در زندان افتاد؟ و چند سال در آن زندان زندگی کرد؟ و به یوسف علیه السلام در زندان چی رخ داد؟ این همه را در برنامه آینده خواهیم شنید. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصص نور قصص